ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаҳои телевизиони сух давом дорад ва яке аз адибони зубда мегӯяд ки ҳама чашмпӯшиҳоямон рӯзе чашмонамонро мекушояд. Воқеан ҳам ба атроф, ба ҷамъият бефарқ бошем, беэътибор бошем, ба дабдабаҳои исрофкориҳо агар мо имрӯз чашмамонро пӯшем, пагоҳ чашмамонро мекушояд ва он вақт албатта дер мешавад. Ба ҳамин хотир мо имрӯз ба студия як гурӯҳ фаъолони ноҳияи сухро даъват намудем ва дар атрофи мавзӯи гирифтани пеши роҳи исрофкориҳо ва ба танзим даровардани тӯю маросимҳо суҳбат мекунем. ассалому алайкум, пеш аз ҳама ба студия хуш омадед. мавзӯи ба танзим даровардани тӯю маросимҳо воқеан ҳам мавзӯи кӯҳна мебошад. дар ин бора борҳо гуфтаанд, гуфтаему, боз мегӯянд, лекин ҳеҷ ба танзим намедарояд. ва имрӯз мо албатта дар бораи ҳамин масъала фикр меронем ва бояд гӯем ки чӣ бояд кард ки пеши роҳи ҳамин корро гирем, ниҳоят ба исрофкорӣ нуқта гузошта шавад. барои ин чӣ бояд кард? ҳар кас метавонад фикру худро гӯяд. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. الحمدلله ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز غمی او دیگر هیچ کار نداریم. ما درختیم پر از میوه توحید، هر ره گذری سنگ زند آر نداریم. طبق همین باید که همه متخصصایی که و همین متصدیایی که بالای همین در گذاشتگی هست فقط از الله ترسن، نمیترسن. ما چندی جا میشنم بیا کم بغل کند همه در خونه و رفته کماندوید میکنن. تو نمیکنی. بای کند همه چی باشن بپوشد. بای شوخ دارد می یا دمی زویتی دارد می بای. این کار پیش میبردگان همین راهبرا هستند، چون که حکومت در دست اینا چی داده؟ قانون داده. داره می؟ رئیسی محله участковой، داره می؟ موجین سویت و اینا چیکار میکنن؟ همینا باید که هم توی رفته یا که دپوتات ها قطار و دوملا ها رفته باید که اشتراک کرد توی داشتن در کار نمیدونیم. هیچ کس سرش در نمیکنند، نمیخواهدم. کی گنده شود؟ اما مولو گنده شود، یک از دیگه از گنده شود دیگه همه تماشا بین. من چند جا میشنم اینا همین مولو کرد سودیم دیگه جوش همه مولو کرستن اینا نیکی اسلام اساسی ریشش منه. حکومتم جنابی عالی هم چی گفته سوده؟ باید که خلق بای شود. داریم؟ الله گفته که خلق بای شود. پیغمبری نازم گفته که خلق بای شود. باید چی می شود؟ ای اکونومیکا می شود. امروز اروپا برای چی خطای پیش رفت؟ امریکا پیش رفت، فرانسه، گرمانیا پیش رفت. چون که خیلی 20 و 40 دروغ و توی دبدبه و یا دخترش در 100 میلیون نداد. یک من هم نمیکنن همش. من حق میگم. من مدرشیور کردم، من خونه خودم کردمش. من یکم خونه خودم دا کردم. اول خودمون رئیس رو کنیم. کردم میگم در خودت بزن. در کنه بعد دیگه کس نزن. ما در خودمون نه اول در بگونه میزنیمش تپاس کرده. خونی و میرزونم سری خودم اومد میگریزم من. نی. امروز میگم در رئیس مالک ستا قانون داره می دوایش طرف بروره. کسی که توی دبدبه میکنه می مونش 10 میلیون زیرش کنه. کسلی در کجای کسلی انم مونده. همه انم ما کسلیم. همین ما کسلی اگر سوز کنه این شاءالله خلق با جان و دل بیرقش میزنه. عیب خلق نیست. عیب ما کلانون ده. همه راهبران ده. خدا میگه بخره بیا شما اسراف نکنه، چون که خداوند اسراف کننده دشمن میداره. من سویتازی در کنه درش گوندم اسراف او اسراف عمر اسراف حتی وقت اسراف من ببینید. حتی در کتاب عطار شخص میگه که مکن اسراف آبی مجانی چو ولا تصرفو هم اخوانی. همه او در فکرچه گرفتی او دسته گرفتی او اسراف نکن. لباس اسراف منه. لیباسی که میکنن یک عروسنده این 50 تا لباس همش برک هیچ کس نکار نمیتید سوسیه صحبت و هیچ کس استفادهش نمیبره. میگه ای ما دمون فلان شید پیستان شید هیچ کس نمیگیرشم اسراف. یا نمی این نان و آش اسراف مثال. بیاین همم گیریم همم یک تن جان شیم هممو یک کمان داشتیم خدا خواهد انشالله بریم خونه آدم خیر یک ماه عذاب میمونه. ما قریب 1 سال در شهر عذاب کشیدیم.
میگه همش در جاش غلطید، همه 100% امروز ملادس گفته است امروز. چون که الله گفته که اسراف نکن، رسوا نکن، دبدبه نکن، کم بغل خودت بالا دون، کم بغل توی کم بغل گفتن نکن. امروز باید توی میخرن، نمی باید عدل جاش کردیم با اونجا با کم بغل نمیاد اومده انجام، چون کم بغل راه نمیدادن. من در شهری ما برم مرکه بین، من در بای جای علاهیده میکنم، نه مولان در علاهیده جا میکنم. همه قطار خلق میرا میشینن یا بردن میخواد. چون ما شوخ دارم، من رفته کمبال خودم بالا که عدلش من در گوش بیاره، من در بیاره، ما رسوا کرده نمی دبدبه گفت اینو شورت پرستی منی ما رسوا کرده پرتافت. امروز به این درجه هستیم که گرفتن نکار پیشه. حالی هم وقت هست انشالله یا پچه جونو، حالی هم وقت خدا خواهد. امام اعظم رحمت الله سخنی خوب شد. من ما مذهب با همون حضرت من تا جون داره میگمش. یک آدم یک غلام اومد پیشش، گفت که حضرت گفت همین من گفت غلام هستم، بسیار گفت در همین وای خوجرم خدمت کرده، گفت هم در حق غلام داری یک جمعه مایزه کنه، شاید یک رحمش بده ما آزاد کنه. این غلام مثل یک کلاس از بازار میخرنش وارد استفادهش میبرن. خدا شکری دوره و پرهم خورد الحمدلله روزی نیست، لیکن تاریخ نموندگی چیز است. 3 هفته گذشت میگه، 3 هفته ببینید. بعد 3 هفته امام اعظم رحمت الله علیه در جمعه کسی که گفت اگر غلام در راه الله آزاد کنه جاش جنت است، خوجین میگه خیس دیده بفکر اینجا بیا. گفت غلام این گفت من تو برای گفت 100,000 یک 10 میلیون چیز بدی آزاد کنم جنتی میشیدم، تا آزادش کرد. او غلام میگه طوری پیش امام اعظم اومد، گفت که حضرت آخه همین 3 هفته پیش میگفتی نمیشید، امروز همین گفتن تو شهر بود. من گفت پول نداشتم، من رفتم مردی کاری کردم، رفته بزرگ یک غلام خریدم آزاد کرده دیدم. وقتی که من خودم عمل کردم این گپی من خوجه نتونه تاثیر کرد. گپ در کجا است؟ از من که زدن که دیگه کو خونم دم کی باش میکو روم سیاه چی در کارو ترین من خودم تعریف کردم و خودم بالا و بدتر کردم. 70 سال تا 2004 ساله جین سوید بیپلش کار کردم. الان جای مدینه خواننده حضور اونجا سوخوز بود. هر محله و مو یکتی آدمای عقلش میرسیدگی، فراستش بدگی، برای خرج جونش میسوختگی آدمای هر یک تا محله و یکتی آدم کردگی. ما یک تا نمی مدینه خون باید جین سوید یک تا من لیلا خون مدنی ما رئیس سیر سوید بود. 14 تا کمیته تشکیل کردم. همون کدام محلنده اونجا اشور هایم قزلقیو قایم سر کنده هایم کدام قشلوق نباشد موهای وکلو موهای فلانچه که خداش سوس گود ما میچونه دفتر رجیستراسی تشکیل کردیم کی انا شنوروی دفتر دولتی با این اثرش تو آخرش شنوروی کردگی از یکم تا 100 صحیفه بکردگی همون خدای ما میچونه خدای چونده طرف پسرک میگیم طرف دخترک میگیم میبیو دو تا قینات خوشتومنو این زنک و این ماتا اومدم میگوید که ما خودمو معقولم ما یک دیگر هم یافتم ها بچه هاتون چی ها بچه هم نقدی بچه های میچونم وای هم میبود ما مونده شده ما نه همونجا هم 2 هفته قشلوق بود چونده دفتر بر رجیستراسی کرده حاضر این دوم گفتگی باین از زبانشون خودشون زبان خوان مینوشتن اونجا پرزیدنت قرار بردگی نبود اونجا مرکزی کمیته میگفت قرار بردگی نبود دیپوتاتو سویت دیپوتاتو قشلوق رایون نده ما خودمو همون تدبیر جمع بست انا همون انت سویت دیپوتاتو نده ما همون قرار خودمو تصدیق کردیم همون تدبیر میبیاد مینوسه در اساس قرار تدبیر مثلا فلانچی اهم قرار من نمیبرم اگر اهم قرار بوم من خودم جوابگر گفته حساب میکنم گفته طرف پسرکم طرف دخترکم دفتر رجیستراسی مینوسه کنون وقتی اون رسید که ما از گپ به عمل گذاریم بسیاری ها میگویند که من این توی مراسم رو به ترتیب درآوردن کاری آسان نیست از ازل حرکت کردن تا هنوز به ترتیب نآمده است لیکن در مثال هوشیار ما دیده میتوانیم همین تجربه هوشیار رو در این حدود هم جاری کرده ممکن من اینجا رئیسان محله ها نشسته من امامان مسجد ها حاضرند ممکن در تجربه هوشیار من دیم سکترنده چهارم سکترنده براه درآوردن توی عروس براه درآوردن ممکن ما یک جای چه شورنده میشه تیلنده میشه دو سر کندنده نمیشه ما یک دیگر ما دیده قرض بد غوطیده نبرفته نموده من تدبیر کسیم قرار حیات همه چیز حیات من برآورده دوستیم این کاغذنده مونده برافسوس جدا شونده ما رفته تدبیرنده تلخاتش گرفتیم 10 تا کورپا نیکن جدا شونده برای چی در کاغذ منسوس گفتید که قرار در کاغذ مونده افسوس اجرا نشسوس ما عمل کردیم در کورا برای چی عمل نشسوس برای چی مثلا شما عمل نکردید
یادگار مو خیش تاور گفتگی اندیشه مو این خیلی اندیشه نکنم مو در کرده ایا گرمون سر برآورده هولنگ دوملو گفته بود اول کرده خودمو زنمو در کرد سوند جدود شوی هم نمیشه کدوم خونه که اسرافگری شده باشه جدود است من این تجربه رئیس من دیدم اینجا رئیس محله حضرت علی هم هستم فکرهای شما چه خیلی است اولو مجلس قشما قرارش برآمد قرارش اجراش من اوبلاست و رایونا همه جا جوری کرده شد 3 سال 4 سال باز با همه اروی قرار حالا آیا گفتن ما دفترمو بود ما کنگش دپوتاتون نمونه قبول کرده گفته البته این چیز مونده نیست نه این نوگونه نه برای خلق سوخ قرار برآمدگی اروی قرار رایوننده همون کمیسیه اعضا ترتیب داده شدگی فقط امروز ها همون کمیسیه اعضا چخیل کورامو نغز نه کورامو چخیل که نغز دیگه همه اجراش همون قرار اجراش به ما اومده دشوارا ما و کسی ما دن خلق بدر اومدم خلق کت و کسی من سوخنده قرب 80,000 تا اهالی زندگی کرده باشد خلق کتی بعد از همون وای کرده ملاقات کردن و ها کتی مثال گرم برای همون صرفه‌کاری واقعی برای ترتیب انداختن سه کردن در کار گفته طلب تکلیف های واقعی گرفته من همون یک تکلیف می‌دارم حضور همین جنده خود شما گفتید که همین چیز قرار های اجراش نیست صرفه‌کاری بازم روز به روز زاید شد کم نشد زاید شد اگه این تکلیف در کار برای همون تکلیف من از خودم گرفته نه خالب چند تا محله وقت میرم همون مجلسون اشتراک میکنه من ملاهای حکومتی همش که اشتراک کرده دیده سوال جواب که تکلیف خلق گرفته خلق یک تا خواهشش حالا گفتم 80,000 با قریب اهالی های سوخنده این 1000 نفر ما حالا استاد گفتن تنقید کرده من تنقید رسو ناز قبول میکنم راهبرو اگر همه راهبرای سوخنگی من امام مسجد سرکار رئیس محله اپاس مکتب دیرکتور ها من رایونو شفاخانه حاکمیت نالوگ پروکراتورا کارهای اچکی اشلار داخلی همه ها رهبرای یک جا جمع کنیم قریب همین 1000 نفر رو تشکیل میکنن این همین خلق بازور با برام مراجعت کسی این قرار هست صرفه‌کاری کم کنتون برای فایده خودمو این کار ندوست سوزر اول ما الان 1000 نفر اهالیه همه 1000 نفر رهبرای همه امان سر کرده همه محله رئیس سر کرده نمونه کرده ما همین توی اروی هم قرار میکنم گفتم مثلا محله رئیسم امام مسجدم و حالا بغیر از امام مسجد همون حدودنگ ملاهایم یک تا محله موندم مثلا 4 تا ملا باشد 4 تا ملا همین چیز تصدیق کنه همون از 1000 نفر یک نفرش شما یک نفرش مثلا بهادر جان صفویف یک نفرش من یا اینها ما خودمون رو اصلاح کردنمون در کار است پس هر کس خودش رو اصلاح کنه جمعیت به پیش میرد گفته بزرگان گفتن لیکن عمل نمیکنیم میگوییم عمل نمیکنیم و باز همین رو گفته گذاشتن در کار است که آینده ما در دست جوانان میباشد آینده مملکت در دست جوانان میباشد و ما چیکار کنیم که جوانان ما فردا خطای ما رو تکرار نکنند مرحبا دوملو شما دامید برای قفانگ جمعیت از پیشنگی انسان ها خطاهاشون به از قفای باید نرفتن همون خطای گم کنده کار گم کردن به قربانشان نکرده کدام انسان اگر حوای به همون دستگیری و سوی خوش نمی دمک باید و انسان عدالت برمانش نکر من آیل خودم به ظلم نرسد من این لوازم به لایق نیستم فتونت رئیس گفته که همه 1000 کس یک تاش باشیم اگری هم آدم 1000 کس میبریم اگر وجدانم باشد قفانگی 80,000 تا آدم بدمانگی انسان های نسل مویم این خیلی مشقت اگر کشش نخواهم اگری نتونم ابوزی بریم همین در خلاص اگر حقیقتا جمعیت با خلق با غم خوره کنم اگری یعنی خودمون دا جلوش هنش نکار طوری مثل دوم گفته که با این خیمه شد نگه همون خینه و صبر کرده میتونم گفته مرح باشه دیگه رحمت بزرگان میگویند که همه کار نامقبول از علم کافی نداشتن سر میزند دوملو مجبلی همین رو گفتنی هستم که من اگر ما جوانان را صاحب علم سازیم صاحب علم شوند دانش آموزند به اندیشه ما در آینده همین خطای ما را تکرار نمیکنند شما چی میگویید در این باره همه اساسی کارو به علمی است عرب ها میگن کیف یکون المربی تکون المربا تربیه کننده چخیل باشه تربیه گیرنده همون خیل میشه
نه اویلان در اکثر مو به علم هستین تلویزیون گوش نمیکند نه یا که کتاب نمیخواند در خونه دانش نیست میگه جهالت که قرشی علم همین جهالت که من شما هستیم نادون به عقل انسان نکگو میکند نادون خلاصه هم بچه تا میگن کار نکگو جور تا میکند من حاضر دوملو چخیل که گفته گذشته باشم به دگای به زنکو و برکش سودیان من دوملو گفشم به فکرشم به میگفتگیم که نه فقط این چیز به فقط زنک عیبدون دیگه زنک مبلغ کد مردک تم میکند کم زنش شنونده گود من تو انمقه پل میتیم عروس به انمقه چیز میکنه انمقه چیزش نمیکنی فلانچه کرداشم این کار نمیکنم گفتن وظیفه مردکو میدارد که مردکو همون کار کنه زنکو هم پول کلونه اگجوی افته بزرگ میبرود بزرگ ببرو من نمیتونه زنک هم اوی میکند که مردک هم من با 20 میلیون پول داد 20 میلیون سمنه من خراجات که در اومدم در کارخونه 20 میلیون زایدش من اگجوی افته میتیم افته زنک هم اوی به میغلطه خواهی هم قرض باشم دیگه باشم و ها کذا چوه همه سرچشمش در دست زنک است زنک میگه دو یک خصلت خوب دارد گوش کنه شما زنک میگه خصلتش در آوی دیده میکنه مرده که ورده همش اومده میگه براده پشکه میپرتویه چواکی سازدوات میکرده که حیات من اگه جدون که خونم چیه طوری شما با قده علاقه میکنی شما هستی ما مردکا میره میگیم چی خیلی کرد چی میکنی فعلا همیشه من تمام شما چی انکه کورپا میانکه باید شما اونجا پرسونت شما اونجا میلیون حساب کشیدگی نه حوز این تدبیرمو همه محله و تدبیرمو دادش دیگه قرارمو برمگه در دست محله رئیس و سر سالنده این تصدیق خودش یافته که محله هونده مایلش شدگی مایلس به یک تا خطوگه همون که مردکو میگود که تو مایلس به نره تو شنکت برو از خونه ها رفته غیبتت که منگر مایلس مردکو میگود مایلس به مردکو رفساز شنک به رخصت دوستاز مردکو از خونه رفته تماشا بینه و مردکو مرخصت دوست چه مایلس به رخصت نمیتین مردکو زنک رخصت یا زنکو رفته سالک همونجا اندشش مسئولیت حس میکنن حس کرده گوش میکنن دیا اینا زنها بعضش مردوای طوری هم مرده خوننده 500 تا زنک همونجا میروه شما بره ما مرده میدوریم یک ساعت برآمد چون نمیکنی مرده خوانند امکانیت برآمد کردن نیست نمیکنم برآمد نیست در همونجا زنکون نه دوملو یک تا چیز خوش کنه ما در مردکو 100% در تعزیه ها بعدی پیش گور کردن مجلس میکنیم چون شما نمیکنیم من یکون جا شما ندیدم که در شیو رفته یک بار در بعض زنکو درمده همین مرده همین ایزانه کهوزی من تکلیفم شما من به یاردم داده دستگیری کنتون زنکای ما سونه دست بگیریم دیگه زنکای مردکو نمونن ما دیگه ترغیبات کنم رحمت برای صحبت‌های پرمضمون دانشمند میگوید که از دانشمند پرسیدن که اصلاح بشر چیست اصلاح بشر جز اصلاح خودی چیزی دیگری نیست یعنی اصلاح خودی گفته اینجا ما اصلاح کردن خودمون رو در نظر داریم تکرار شود هم میگوییم که هر یکی ما خودمون رو اصلاح کنیم جمعیت پیش می رود ترقیات می شود انا همین گونه بدعت ها انا همین گونه اسرافکاری ها از بین برداشته میشن و امید داریم که از همین صحبت ما تماشابینان خلاصه های ضروری برآوردن حداقل 5 نفر برای راست برگردن از همین صحبت ما خلاصه برآورده ما خود را خوشبخت می حسابیم سلامت باشید